من با شما خبر میتم که همین دو طایفه مردم دوزخی. گروه اول قومی که در دستش دوبینکه دارن یا شلاق دارن مثل دنبگاو که با اون مردم هم میزنن. طایفه دیوم زنهایی که اگر چند لباس بپوشن اما در معنا لچی برهنه، اون لباسی او لباس نیست. زنهایی که از شریعت اسلام دور شدیان دیگران را با از شریعت دور میگردونن، هم خود دور شدیان هم سبب دور شدن دیگران میگردن. سراشو مثل کوهان شتر موی سر در پشت سر جمع میکنن، یک توب میکنن مثل کوهان شتر. وقتی که موی سر در پشت سر جمع کرد دیگه اون رمال میبند و سر علیش میکنن به قواری. لا يدخلن الجنه